جوینمازی که بر آن رسم کعبه و یا دیگر مقدسات دینی باشه چه حکم داره؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، البته نماز خواندن بر جوینمازی که رسم کعبه و یا دیگر مقدسات دینی داشته باشه جایز است و نماز هم صحیح می شود. اما افضل و بهتر این است که نماز بر جوینماز گذاریده شود که یک رنگ باشه و یگان خیل نقش و نگار نداشته باشه. فقها و مجتهدین امت نماز خواندن بر جوینمازی که نقش و نگار داشته باشه و یا در جایی که از پیش نقش و نگارها باشه مکروه تنزیهی نوشتند. معنای مکروه تنزیهی این است که یک انسان بر جواز عمل میکنه و کار افضل ترک میکنه. یعنی یک انسانی که مثلا بر کاری که جایز هسته عمل میکنه و یک کاری بهتر ترک میکنه. مثلا در اینجا نماز خواندن بر همین خیل جای نمازی که رسم کعبه داره یا که نقش و نگار داره نماز میخونه، بر این خیل جای نماز خواندن جایز است. این انسان بر جایز عمل میکنه و کاری بهتر ترک میکنه. معنای مکروه تنزیهی انهمیه. یعنی بهتر و افضل ایه که بر یک جای نماز بگذاره که یکون خیل نقش و نگار نداشته باشه، یک رنگ باشه. باقی مسئله این که آیا بالای همین خیل جای نماز برآمدن به احترامی نسبت کعبه و یا همون مکانهای مقدس میشوه یا نه، صاحب فتاوای ابک مسائل نوشته است که او از جمله علمای برجسته مذهب حنفی است. می نویسه این وابسته به عرفه. یعنی در این صورت ما گفتن نمیتوانیم که کعبه را یا همون مکانهای مقدس به احترامی کرد. این وابسته به عرفه نوشته است. یعنی در عرف هیچ وقت گفته نمیشه که یک انسانی که بالای جای نماز میبروید و نماز میخونه گفته نمیشه که این آدم به احترامی نسبت کعبه کرد. اما در اون صورتی که او رسم کعبه را همون جای نماز برداشت و نجاست ریخت، آتش زد، یگون خیلی به احترامی دیگه کرد، در این صورت ما میگیم که آدم به احترامی کرد. اما وقتی که بالاش میبره نماز میخونه این را به احترامی گفته نمیشود. والله اعلم بالصواب.